با سلام خدمت شما. امروز با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم آموزش قدم به قدم دویدن رو به شما آموزش بدیم. همونطور که مستحضر هستید، اولین قدم در دویدن استارت مناسب هست. روش استارت که چگونه آقا استارت بشینیم، استارت بزنیم و اینکه هرچی استارت شما قوی‌تر و دقیق‌تر باشه، سرعت و شتاب اولیه بیشتری داری. بریم که آموزش رو ببینیم. یک نکته ای رو که من فراموش کردم، قبل از استارت زدن باید بدن رو خوب گرم کنیم. وقتی که ما بتونیم بدن رو خوب گرم کنیم، میتونیم ما بهترین استارت خودمون رو بزنیم و از تمام عضلات خود استفاده کنیم. و وقتی خوب بتونیم گرم کنیم، بدن دچار آسیب دیدگی نمیشه. و یک نکته دیگه این که برای استارت خوب قاعدتاً باید یک لباس مناسب انتخاب کنیم تا بتونیم راحت‌تر این کار رو انجام بدیم. خب نکته اول این که در استارت نشستن، همونطور که فلش نشون میده، باید زانو بین کف پا قرار بگیره و نباید زانو جلوتر یا عقبتر از پا قرار بگیره. خب نکته دوم این که هنگام قرارگیری دست روی زمین باید انگشتان دست کامل به هم چسبیده باشن و نباید انگشتان دست باز و یا حتی شکسته باشن، چون که انگشتان دست باید کامل وزن بدن رو نگه دارن و به خاطر همین هرچه انگشتان دست چسبیده تر به هم باشن، تحمل نیروی بیشتری رو دارن. خب سومین نکته در استارت نشستن این که سر کامل نباید به سمت پایین و یا کامل نباید به سمت بالا باشه، چون که در این حالت اگر ما بخوایم استارت بزنیم نمیتونیم به سرعت اولیه خوبی برسیم و همونطور که در فیلم میبینیم سر باید کامل در راستای بدن و کمی مایل به بالا باشه. و نکته بعدی که ما هرچه بتونیم وزن بدنمون رو همونطور که طبق فیلم میبینیم رو به جلو بندازیم، میتونیم به سرعت اولیه بسیار خوبی برسیم. خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. امیدوارم آموزش برای شما مفید باشه. حتما ما رو ساب کنید. اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک هم بکنید.